ایران از جهنمی که ساخته رونمایی کرد. در حالی که ایران در حال ساخت پروژه‌ای برای شبیه سازی جهنم است، آن طرف خلیج فارس عربستان در حال ساخت یک بهشت واقعی وسط بیابان‌های سوزان حجاز است. پروژه نئوم یکی از بزرگترین و جاه طلبانه ترین پروژه‌های شهری جهان، شهری هوشمند و مدرن به مساحت بیش از 26,000 کیلومتر مربع در شمال غرب عربستان که قرار است با انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل و نقل بدون خودرو و فناوری‌های پیشرفته 9 میلیون نفر را در شهری آینده‌نگر و پاک زندگی دهد. نئوم شامل مناطق متنوعی مثل شهری خطی به طول 170 کیلومتر، بزرگترین مجتمع صنعتی شناور جهان، مراکز گردشگری کوهستانی با پیست اسکی، جزیره‌های لوکس و تفریحی و حتی شهر زیرزمینی دیجیتال است. اما اینجا در ایران به جای ساختن آینده‌ای روشن، ما مشغول ساختن تصویری تلخ از عذاب و رنجیم، شبیه سازی جهنم، آن هم در زمانی که مردم با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقعی دست و پنجه نرم میکنند. نظر شما چیه؟ آیا وقتش نیست به جای تقلید از تاریکی به دنبال نور باشیم؟